سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که زندگیتون پرمعنا باشه و انشاءالله این معنا معنای شادی باشه. حسین آرامیان هستم امروز و اینجا در مورد هدف گذاری در بازارهای مالی میخوام براتون صحبت بکنم. در بازارهای مالی به بسیاری از مسائل از جمله اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال بیشتر از هدف گذاری پرداخته میشه، در صورتی که یکی از بزرگترین عوامل موفقیت در معامله‌گری داشتن یک مسیر واضح و شفاف و انتخاب دقیق اون چیزیه که ما از دل بازار میخوایم. برای این مهم ما باید سطح دلخواه خودمون رو از زندگی مالی و شخصیمون مشخص بکنیم و برای این مقوله باید خیلی از دوپامین های بی ارزشی که در زندگیمون وجود دارن رو دور بریزیم و جایگزین بکنیم با انتخاب‌های معقول و عاقلانه‌ای که بتونیم به اون خواستمون از زندگی مالیمون برسیم. بدونیم از زندگی مالیمون چی می‌خوایم، در چه جایگاهی می‌خوایم قرار بگیریم، چه انتظاراتی از خودمون داریم و اطرافیانمون از ما چه انتظاری دارن. اگر می‌خوایم یک هدف مشخص بذاریم و اگر حاضرین برای زندگی مالی خودتون تلاش بکنین، حتما این دوره رو با من باشین و تا آخر این هدف گذاری رو ببینید. در مورد هدف گذاری در بازارهای مالی صحبت میکنیم امروز بسیار، اما موضوعی که هست در این دوره میخوایم به چی بپردازیم، دوره روانشناسی هدف در بازارهای مالی هست. هدف چی نیست، چطور و در چه حیطه‌هایی هدف گذاری بکنیم، زهر عوامل بحرانساز و پادزهرش چیه، یعنی چه عواملی در طول مسیر هدفمون برای ما بحران ایجاد میکنن و چطور میتونیم از این بحرانها عبور کنیم صحبت میکنیم. یک قانونی که بسیار بسیار جذابه در هدف گذاری که همون قانون کیدلین لا بهش گفته میشه صحبت میکنم و موضوعی که بسیار در موردش صحبت خواهم کرد اینه که خیلی ها میگن در ایران نمیشه هدف گذاری کرد یا آیا در ایران هم میشود هدف گذاری کرد. حتما در مورد این مسائل صحبت بسیار خواهیم کرد. تا پایان این دوره با من باشین. سرفصل های دوره این 5 تاست و در مورد هر کدومشون مفصل صحبت خواهیم کرد. هدف گذاری در بازارهای مالی چیه؟ ببینید، همونطور که اشاره کردم خیلی از افراد وقتی وارد معامله گری میشن به هدفشون دقت نمی کنن و تمام تمرکزشون رو میذارن روی اقتصاد. حالا این اقتصاد میتونه کلان، فاندامنتال، تکنیکال یا عوامل دیگه بازار باشه. در تمام زمینه ها آموزش میبینن خارج از این که بدونن مسیرشون به چه جایگاهی میخواد برسونتشون. مخصوصا این روزها که در بازارها بسیار از درآمد دلاری صحبت میشه، واقعا افراد نمیدونن که این درآمد دلاری ایجاد کردن چه اتفاقهایی رو قرار رقم بزنه. یعنی ما با نداشتن هدف و ندونستن مقصدمون نمیتونیم به اون درآمد دلاری برسیم. هدف یعنی چی؟ هدف یعنی چیزی که میخوایم به اضافه کسی که باید باشیم. ببینید، من میخوام یک شرکتی رو تأسیس بکنم، یک شرکتی رو داشته باشم که یک تعداد افراد در اون فعالیت بکنن. برای رسیدن به این هدف من باید چه کسی باشم؟ باید آموزش ببینم، باید مدیریت یاد بگیرم، باید چگونگی جذب نیرو یاد بگیرم، باید یاد بگیرم با افراد چطور روابط عمومی داشته باشم و روابط اجتماعی خودم رو گسترش بدم که بتونم دارای یک شرکتی باشم که تعدادی افراد در اون مشغول به کار بشن. پس هدف داشتن یعنی این که من چه چیزی رو میخوام و در این مسیر چه کسی میخوام باشم. برای رسیدن به هدف در معامله گری هم همین هست. اگر قرارمون بر این باشه که هدفمون در معامله گری و بازارهای مالی داشتن n میلیون تومان مبلغ باشه، باید بدونیم برای به دست آوردن اون در طول مسیر با چه افرادی ارتباط برقرار میکنیم، چه آموزش هایی رو میبینیم و چه تأثیری بر روی شخصیت ما میگذاره که بتونیم به اون هدفمون برسیم. پس این تعریف کلی هدف بود.
بهترین ویژگی های یک هدف پیشبرنده چیا میتونن باشن؟ در مورد این چندین اسلاید رو طراحی کردم که یکی یکی در مورد اونها صحبت میکنم. هدف باید معنادار باشه. ببینید، معنادار بودن یعنی اینکه وقتی قرار ما در مسیری قرار بگیریم و یک آورده‌ای داشته باشیم و دستاوردی داشته باشیم، اون یک معنایی رو در ما ایجاد بکنه. خیلی راحت بخوام توضیح بدم، خیلی از افراد وارد بازارهای مالی و معامله‌گری میشن با این نیت که برن و پولی رو به دست بیارن، با اون ماشینی رو بخرن و در مقابل دوستاشون پوز بدن. فرض رو بر این میذاریم اگر من در این مسیر به یک خودرو رسیدم، اما دوستم که قرار بود در مقابل اون پوز بدم در این مسیر خودرو بهتری از من خریده باشه، نه تنها معنایی رو برای من ایجاد نکرده که باعث از بین رفتن اعتماد به نفس و عزت نفس میشه. پس اصلی ترین عامل هدف اینه که معنادار باشه. مثلا من میتونم این هدف رو بذارم که در طول مسیر معامله گریم 100 میلیون تومان پول ایجاد بکنم، با این 100 میلیون تومان 50 میلیونش رو ببخشم به افراد نیازمند و باعث خوشحالی یک دست افرادی بشم. این معنایی رو ایجاد میکنه که باعث خوشحالی من میشه. این میشه معنادار بودن هدف. شادیمون رو محدود نکنه. ببینید، گفتیم چرا این کارو کردم، چرا قبلش بهش فکر نکردم، من واقعا همینو میخوام و چرا ضرر کردم. اتفاقاتی که در بازارهای مالی و معامله‌گری میفته متاسفانه بسیار با نداشتن هدف باعث محدودیت شادی ما میشه. قبل از اینکه ما وارد یک معامله بشیم، مخصوصا در بازارهای مالی، مثال بزنم، ببینید شما یک ملکی رو میخرید، اون ملک چگونگی بالا و پایین شدن قیمتش جلوی چشم شما نیست و شاید سالها روی اون ملک شما بخوابین و هیچ نتیجه‌ای از اون نگیرین، ولی باعث سرخوردگی و عدم شادی شما نمیشه، چون نمیبینید بالا پایین رفتن قیمت ملک رو. هر از گاهی شاید سرچ بکنید از املاکی یا از اخبار، اما در بازارهای مالی که معامله‌گری به صورت آنلاین انجام میشه و شما بدون داشتن هدف، بدون داشتن استراتژی وارد یک معامله میشین، متاسفانه این اعداد بالا و پایین میره و باعث میشه که شما شادیتون محدود بشه. اولین سوالی که از خودتون میپرسین اینه که چرا این کارو کردم یا چرا قبلش به این موضوع فکر نکردم. این بسیار در بازارهای مالی، در مشاورهایی که من میدم، در تجربه‌ای که خودم داشتم، در اوایلی که ما معامله میکردیم، بسیار از این اتفاقات برامون میافتاد که من گفتم بیام با شما به اشتراک بگذارم. پس قبل از این که ما وارد معامله بشیم باید بدونیم خواستمون چیه. چرا ضرر کردم؟ سوالهای بسیار از این دست باعث محدودیت شادی ما میشه. این دومین ویژگی هدف بود. اما واقع گرایانه باشه. واقع گرایانه بودن در معامله گری بسیار حیاتیه. چند سال پیش در بورس ایران خیلی هاتون که دارین این دوره رو میبینین تجربه دارین که افراد بسیاری خونه هاشون رو فروختن، وارد بازار بورس شدن، ماشینشون رو فروختن، وارد بازار بورس شدن، یا من بسیار سراغ داشتم که پول قرض کردن و وارد بازار بورس شدن. این همون واقع گرایانه نبودن در معامله گری بود که یک شخص خونه خودش رو بفروشه و بخواد وارد بورس بشه که آورده بیشتری داشته باشه. یا امروزه با ایجاد این جو روانی درآمد دلاری در جامعه، افراد زیادی رو میبینم که هر روزه از ما مشاوره میخوان که با $100 وارد بازار بشن و ماهیانه $1000 درآمد داشته باشن. این همون هدف جعلیه. این اتفاق نخواهد افتاد. این باعث سرخوردگی میشه. ما انتظارمون از $100 که همون 5 میلیون تومان به مبلغ امروز هست در ماه باید معقولانه باشه، 5%، 6%، 2%، و این معقولانه بودن و واقع گرایانه بودن در بازارهای مالی هست و باید هدفمون رو عاقلانه و معقولانه بچینیم و واقعی باشه. اما موضوع بعدی که در هدف گذاری بسیار ارزشمنده، هوشمندانه باشه. هوشمندانه یعنی مشخص باشه، قابل اندازه‌گیری باشه،
قابل دسترس باشه، واقعی باشه و زمانبندی داشته باشه. مشخص بودن هدف یعنی این که ما باید برای خودمون مشخص کنیم وقتی یک مسیر رو داریم میریم به چه جایگاهی میخوایم برسیم. با 100,000 تومان وارد بازار بشم و در سر سال، 1 سال آینده این رو تبدیل به 1000 کنم که در واقع گرایانه بودن هدف به این موضوع اشاره کردم. یعنی دقیقاً مشخص بکنم که چه چیزی باعث آرامش من و چه چیزی باعث آورده من میشه که برای اون دارم تلاش میکنم و برای اون هدف میذارم. این مشخص بودن هدف هست. هدف باید قابل اندازه‌گیری باشه. ببینید یک کارمندی که در جایی مشغول به کار هست میتونه برای خودش یک اندازه‌ای از حقوق ماهیانه خودش رو در نظر بگیره، 3 سال هدف بگذاره و به یک آورده معقولی برسه. این قابل اندازه‌گیری هست، یعنی ماهیانه n% از حقوقش رو میخواد برای 3 سال آینده پسنداز بکنه یا سرمایه گذاری بکنه یا با اون معامله بکنه. اینو میگن قابل اندازه‌گیری. خیلی از افراد مراجعه میکنن به ما، وقتی ازشون در مورد هدفشون از سرمایه گذاری میپرسیم میگن من میخوام به خیلی پول برسم. ببینید این خیلیه هیچ وقت بهش نمیرسه. این باعث از بین رفتن عزت نفس، باعث از بین رفتن روحیه میشه و اون افرادی که همیشه از بازارهای مالی بد میگن همون افرادی هستن که هیچ وقت با هدف و اندازه مشخصی وارد بازار نشدن یا زمانهایی وارد شدن که نباید وارد میشدن. موضوع بعدی قابل دسترس بودن هست. یعنی اگر من کارمند، من معامله‌گر، من تریدر وارد بازار شدم و با $100، $500، $200 میخوام معامله بکنم، باید برای هدفی تلاش بکنم که قابل دسترس باشه. دیدگاهی نباشه که امروزه بسیار بسیار در بازار در جامعه ما میبینیم با $100 به دنبال $100,000، با $100 دنبال $50,000 و این اتفاقی هست که باعث سرخوردگی میشه. پس باید قابل دسترس باشه و بدونیم با اون هدفی که گذاشتیم میتونیم بهش برسیم. موضوع بعدی واقعی بودن و جعلی نبودن هست که در همین قابل دسترس بودن بهش اشاره کردن. یعنی جعلی نباشه هدف ما، همون گفته قبلم با $100 دنبال $100,000 نباشیم. واقعا این یک هدف جعلیه و با توجه به اینکه ما با $100 به $100,000 نخواهیم رسید، حالا استثناءات رو میذاریم کنار. شاید یکی بوده با $100 به $100,000 رسیده، استثناء شاید باشد، اما در واقعیت این اتفاق نمیفته و این هدف جعلی باعث سرخوردگی ما میشه در بازارهای مالی. و موضوع بعدی اینه که زمان بندی داشته باشه. ببینید برای هدفمون زمان تعیین کنیم. یعنی من اگر بخوام هدفی رو بگذارم، مثلا سر سال تحویل سال نو رو رسیدن به هدفم تعیین میکنم، یا زمان تولدم، یا سالگردی رو که مورد احترام هست براتون. اگر برای هدفهاتون اون زمانها رو مشخص بکنید، معمولاً تلاش میکنید و قبل از اون برای زمان بندیتون احترام میگذارید و رسیدن به اون هدف در دسترس تره. این رو داشته باشید. در فصل بعد صحبت میکنم در ادامه موضوعات مختلف هدفگذاری در معامله گری.